که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی داشتند که بیشترین همکاری ها در افغانستان و در عراق. این طالبان دشمن ماست. آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ما. بیا این تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم. برای چی ما رو بردن جزو محور شرارت؟ مایی که کمک کرده بودیم به سرنگونی صدام. بعد گفتن آقا ما می‌خوایم طالبان رو در عراق چی سرنگون کنیم. دوباره کمکشون کردیم. مگر سقوط صدام اشتراک منافع ایران و امریکا نبود بالاخره که منجر به برخی یا نوعی همکاری ها انجام. In case of Afghanistan, Iran did everything to cooperate with America in order to topple the Taliban. 2001, war on terror, when again the US invited Iran to cooperate. It was impossible without Revolutionary Guard cooperation. تو بحث افغانستان ایران کمک کرد به آمریکایی‌ها. اگر کمک ایرانی‌ها نبود در افغانستان ما در افغانستان مشکل پیدا می‌کردیم. بعد از ببینید من فکر کنم که اتفاقا بیشترین ارتباطی که ایران در خلال حالا همین چند دهه گذشته داشته ارتباط با آمریکا داشته. شما آیا میتونید کتمان کنید که ایران و آمریکا وقتی که به اصطلاح در مورد آزادسازی افغانستان همکاری، مگر همکاری ایران و آمریکا در عراق نبود که اصلا شیعه رو در عراق به عنوان یکی از